جمال؟ جمال خانه نیست؟ خانه نیست. او خدا. خانه واقعا که نیست. خانه کجاست؟ مادر کلان اینجا بود. خب اینجا بیا. اما چطور امکان دارم؟ خانه دیگه نیست. توبه فکرم هیچ کار نمیته. یه خانه کلان کجا رفتم میتونه؟ کدام کسی او را همراه خود برده؟ دزده دیده بودم که داخل خانه میشد، اما این اولین بار است که خود خانه گم است. دلم به او نمیسوز. اما ما چندین ما به خاطر او خانه زحمت کشیدیم. جمال زیاد زحمت کشید ده هر سانتی مترش، اما حاله رفت نیست و رفت. انشالله دستای او دزد قطع شود. راستش سلطان مادر، ای زیاد به کار یک دزد نمیمانه. یک خانه بزرگ دزد چی قسم ببره؟ بیازو براحتی از جای شور نمیخوره. کسی نمیتونه او را به آسانی ببره. یک دقیقه جمال، تو چی فکر میکنی؟ یعنی سر کسی مشکوک هستی؟ اما تو راست من نمیفهمم. شما را اول به خانه میرسانم، باز پیداش میکنم. این وضعیت بیبی خیاش نیم از دست رفت. بیچاره را بیخی یخ زدن. بیبی چه قمی لرزد. این بخاری را هم تا آخر روشن کردیم اما هیچ کار نمیته. خوب بیبی اوف دختر، کاش که میتونستیم همراه کامران میرفتیم. مادر جان تو چه قسم پیش کامران میششتی؟ ندیده که او چه قسم دراز کشیده؟ خدا جمع کردن نمیتونه. خدا کنه که دخترم چیزی نشه. مادر میفهمی که آب دریاچه چقدر سردست نه؟ یک دفعه کمال دبینش افتاده بود، یادت هست؟ بیچاره را یخ زده بود. راست میگی. او قماندان احمق بینیامینم در دریاچه انداخته بود، یادتون نیست؟ تمام شب پایای از او بیچاره گرم نمیامد. حالا کامرانم تمام روز دبین او دریاچه بود دخترم. تا حالا حتما تمام اجزای داخل بدنش یخ زده. دختر مغز او را از اول یخ زده بود. خدا کنه که یخ زدگی کم در مغزش تاثیر کنه و از حالت سادگی او را بکشه. بی خیالتش خراب هست. انشالله دخترم، انشالله. مرا بیبی، بچیم بسیار گرم شده. بخاری را کمش کن. اما خسر جان به خاطر که دختر گرم شود تو کدیم خیلی چی کنم؟ بنیامین، از موتر کدام صدا می آید؟ راست میگی؟ صدا از چی است؟ واقعا یک صدا از موتر برآمد. این صدا از کجا مبرایه؟ نکنه که آتش پرچم خراب شده. این صدا از کجا مبرایه؟ لطفاً بگوین این صدا از کجا مبرایه؟ این صدا از کجاست دیگه؟ مرا بیبی، موترت بویا میته. راست میگی؟ بسیار بوی بد داره. باور که بسیار بویش تند است. فکر میکنم کلچ ملچ از کار رفت خسرو جان. موترم خراب شد، از بین رفت. بوی از پشت سر میای خسر. این چه قسم بوی از؟ باور که زهروار است. زوف خود کردم. خدا جزای دبت کامران. بوی از کامران از خسر. باور کو از امو است. دیوانه ما کدی کتی بوی. دختر مرا بیبی، این بوی از تو میای. خدا جانتا میگیره. خسر شیشه را پایین کو. زود شو. این بوی زهر است. باز کو. این چه قسم پایین بشه؟ بیخی خفک شدم. این چیست؟ اینا چی میکنن؟ این خب میایی هست. توبه پیش نیا. کلش از خاطر تو. خدا جانت نگیره. این چی حالت؟ توبه چی شده؟ از پشت سرم زدن. موتر مرا ساندویچ جور کردن. باور کن. لعنت به شیطان. به خدای اگر میکنم موترم از کار رفت.
تو به خدایا بچم چرا پیشویت نمیبینی؟ من پیش روی من میبینم، تو پیش رویت نمیبینی. من استاد بودم که تو آمدی زدی. بیبی جمال کوشش نکو خدا به گناه نشان بتی، باور کو بسیار بد است. گفتی نشان باتم، دی گناهی من نیست. محترم استاد بود و تو اشارم دادم، هنوزم مرا ندیدی. اما موتر تو دبین سرک استاد است. کمال حالت این چی گپ است؟ اگه ماهره نمیکردیم حتی متوجه نمیشدیم. درست است مادم موتر مریض انتقال میداده. تو بگو احمق، تو چرا از پشت سر آمدی مرا زدی؟ یاز نه تو که استاد کردی، من چی کنم؟ استاد کردن نتونستم دیگه. بچم تو خود صاحب موتر نیستی، کمه فاصله میگرفتی، در دم موتر من خودت چسبانده بودی. میفهمم اما تو دفعتا استاد کردی، ما چیز کردن نتونستم، یک دفعه آمد خورد. بس است دیگه، بس است. زیاد گپ میزنین. من دیدم یوسف داماد تو موتر ما را زد. جمال هیچ گناهی نداره. درست است سلطان مادر، درست است. بیاین که بریم، بیاین. الا راستی کامران در کجا؟ در پشت موتر من انداختیمش. خدا جانت نگیره. خسر میبینی بازی دختر فرار کرده. این احمق باز فرار کرد. نه جانم، کجا فرار کنه؟ بیچاره در پشت موتر بود. ها مام از اینجا میدیدیم او در پشت موتر بود. خدا جانت نگیره، پایین افتاده، اونجا بند مونده. خسر ده اونجا بند مونده. بیرون برای اینجا بیا. بخه گم شو، بخه آبروی ما بردی. آی دلم به این بیچاره بیخی میسوزه. آی کامورا. کم بگی، بیا گم شو. زنده باشی، نمیرسی. بیا وایستا بیا. عجله نکن. دستت مرا بته. وایستا پایین شو. وایستا. آفرین، وایستا. اینجا بیا. بیا. بسیار تشکر، زنده باشین. شبتان بخیر. خیر ببینین. عجله نکن. وایستا. به خدا پایک زده جانم برآمد. دودو ولی از خدا تو از این توپ چی وقت بیغم خواد شدی زنکه؟ تو خود گفته بودی مرا پیش دکتر میبری. بله. او خود دید. اگه خوب شده باشم دیگه استفاده نمیکنم. زودتر کوشش که خوب شوی، به خاطر که دکانم باز میکنیم. به تو ضرورت داریم زنکه. به خدا پدر، خدا مادرم به ما بخشید. بله. بسیار ترسیده بودم که تو را از دست نتا. زنده باشین اولادایم، زنده باشین. خیر ببینین. یکیتان کاری نکردین، کامران از پشتم خود انداخت. مادر من چی میکردم؟ من خب بازی را یاد ندارم. کامران بازی را یاد داشت؟ دیدی چی رقم از پشت من خود انداخت؟ زنکه کاروام دیوانگی بود دیگه. به خدا یگان وقت فکر میکنم کاش که بجای گل کامران عروسم میبود. تو نگو. گناهی دختر بیچاره را در گردنت نگی. بس از دیگه تو گپا نزن. بس از بعد از با قرآن. چی کنم جانم؟ چی کنم؟ کامران از پشت من خود در دریا مندازه، گل از پشت من تا اینجام نمیآیه. همیال کجاست؟ به نظر ده تو یک روز نباید پیش خوشوی خود باشه؟ بچه مام از پیشم برد. بس است دیگه دودو، بس است. تا که تونستی سرش گپ زدی. بس است. او بچه تو چی از پشت محمد میری؟ برو زود باش دروازه رو باز کن دیگه. زود باش برو دروازه رو باز کن. کسی در قصه من نیست، میبینی؟ بس است دیگه جانم، قدر شکایت نکن. همسایه‌ها خواست شنیدن. بس است. وان که کلگی بشنون. گور چپا بفتی کمال. مادر خیز بزن. آی خدایا، باز چی شد؟ محترم بیخی از کار رفت. خدا جزایتا بده کمال. بچم پیشتر گفتی ما توقف کردم، تو زدی. حالا چی شده کمال؟ جیغ نزن. یاز نه، زمین در است. از او خاطر تایرا لغشید. حالا من تو را میلخشانم، صبر کن. بس است دیگه، بیا این دختر ما پایین کنه. خاک ده برو تاید. چی شده؟ خواهرم در دریا چپ داده. یخش داده باید شویم دخترم، بیا. واسه شو. بیا دخترم بیا. آیستا دخترم، آیستا. بیا خواهر جان بیا. ماشم بگیره. توبه، کاملا یخش داده. توبه کردیم خدا. ببرینش خونه، ببرین زود شوین. نه خسرو جان، تو نمیشه. حالا چی کنم؟ در کن. حالا بچه موزه خالی کوتت شو زود. اما چرا؟ بچه از ما چیز پرسان نکن. میخوای برات حسابی به تو موزه خالی کو گفتم زود شو. حالا گپ شو. برو. حوزه چی کار داری ها؟ خسروی ره یخ زده بیخی خشک شده. در اطراف حوض آتش میکنیم. کمی سرگرم شو دیگه قسم نمیشه. بگیرن بلندش کنین.
بلندش بیازو رنگ است ما که بتنش پشت سر احتیاط کنین مرا ببینین دختر وایستا زنگ بزنین او یک دکتر است اینو دختر من در خواد دادن او بیاید زنگ میزنم گل ما یک کار کوچک دارم شما برین من میایم درست است؟ چرا عزیزم چیزی شده؟ همراه نیازی یک کار خورترک دارم او را حل کنم زود میایم خب درست است جمال به خاطر که خانه تا بردن ناراحت نباش دقیقه به تو خانه زیاد پیدا میشه زیاد زنده باشی سلطان مادر تشکر شب بخیر بچیم شب بخیر بخیر بری گلسون کاموران چی شده دختره؟ مادر کلان کامران گم شده بود حالی پیدا شده در دریاچه زیاد مانده بیچاره را یخ زده توبه این دختر هیچ عقل نداره کل بلاها او را پیدا میکنه توبه شب بخیر سما جان شب بخیر لالا نیازی نهار زنگ زده بود؟ نه به خدا ندهی کسی زنگ نزد توبه کردیم خدایا به خدا گپ تو راست شد سما این دختر به من زنگ نمیزنه تو وقت آمدی خیرت باشه در دریاچه یک گپ بسیار بد شد کاموران در دریاچه گم شده بود بعد از چند ساعت خودش پیدایش شد راست میگی؟ راست میگم از خونه که بیچاره رو بیخی یخ زده بود با پیدا شدنش قصه ما رو خراب کرد ما هم خستیم اینجا آمدیم بیازو فکرم پریشان است به خاطر که نهال زنگ نمیزنه این دفعه حتما نهال است خدا جان جمال است خیرت باشه جمال جان خیرتی است به من زنگ زدی؟ بله نیازی در دریاچه هستی؟ نه ما خانه آمدیم درست است تو جایی نریم همراهیت باید گپ بزنم چی شده مشکل پیش اومده؟ بله یک مشکل بزرگ وقتی اومدم برات میگم خب درست است منتظرت هستم درست است کمال دیدی چوبار صحیح بچی خودت اوسو شو قسم بچینگ مزاحم کار من نشه چوبار بچی حالا کمال آفرین عجله کن کمال زود شو بچیم چی میکنی زود شو تکان بخور زود باشه بنیامین مرا بیبی تو مطمئن هستی؟ خسر جان خواهش میکنم مگه مطمئن نباشم یک کارم میکنم ما در قونیه تندور داریم فهمیدین وقتی گوشت در بین او میمونه این بسیار خوب صحیح پخته میشه کل جایش باز میشه باز خودش پخته میشه کاموران هم چیز میکنه گرمی رو احساس میکنه عضلاتش خوش شده تمام عضلاتش دانه دانه باز شده و مطمئن باشین که بسیار زیاد گرم میشه فهمیدین خدا به تو عقل بته فهمیدی دختر مرا تو کدی کارای بیریان خود کدی مادر اگه خوب کباب جوشه ها میخوری خواندن کوچوچه مادر جان ما اونجا هم فکر کردیم شما تشویش نکنین صحیح چوچه و پیپه بگی دستت بگی زود شو اگه کدام مشکل پیش شوه که هیچ نمیشه دلتان جمع سر کاموران خواهرت ما برات اشاره میتونم وقتی گفتم خواهرت در گرفت تو یک چیز به خاطر نمیشه به خاطر که خواهرت درد نمیگیره زوده که اول سرش خالی میکنی خوب به فشار او مندازی فهمیدی بچه ما آماده باشه آفرین خسر لایتر بته خدا خیر کنه بسم الله شما از اینجا دور شو بیا بچیم مذاق میکنم نترسین یک چیز عادیه هست چیز نمیشه خاطرتان جمع باشه بسم الله الرحمن الرحیم آی تو بکدیم خدایا دخترم تو نجات بده بیچاره ما بسم الله بسیار خوب بسم الله آی خدایا دختر در نگیره با خدا عالی خواهی تمام میشه راستی یه خواهی شاو میشه دیدی؟ خدایا شکر آتش سوزی
شبن اون طرف برن. تو چی میکنی ها؟ شما چی میکنن؟ این آتش به خاطر چی است؟ دختر یخ زدم ما را گرم میکردیم دیگه چی؟ شما دیوانه شدین؟ دوستا یک چیز به نام هایپوترمی وجود داره. او سوشوین من دکتر هستم. او طرف شنیدی یوسف که چی گفت؟ توبه خدایا، این هنوز بسیار یخ است. شما میخواین دختره بکشن؟ توبه کاموران هم مرده دیگه. کشتن او خو امکان نداره. 10 ساعت در دریا مانده بودن اوزم نمرده. چه قسم بکشمش؟ چی میکنه؟ تو چی میکنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. راه بهترش همی است. کامران بسیار میبخشید. خدا جانتان نگیره. شبتان بخیر. خوش آمدی. خوش آمدی جمال. بیا اینجا بیشیم. بیام. بیا. من میرم بالا، شما راحت گپ بزنین. شب بخیر. شب بخیر. ببینیم برو بخیر. چی شده جمال خیرتی؟ نیازی خانه ما که بود نه؟ حال نیست. چی قسم نیست؟ نیست دیگه، جای از جلو نیست. چطور امکان داره که یک خانه بزرگ فرار کرده باشه؟ یک چیز در فکر میایم. او امکان داره مسئول جنگل او را برده باشه. تو یک دوست داشتی نه؟ برش زنگ بزن ببین که چی شده. حالا نیازی. خدا در غضب خود گرفتارت نکنه. ساعت از 10 تیر از وقت برش زنگ بزنم. دیگه چی گپ است که از 10 تیر باشه؟ فرض کو که آتش سوزی شده برش زنگ نمیزنی. وقتی آتش سوزی شد برش زنگ یا مثل آتش سوزی از دیگه زنگ بزن. توبه کردیم خدایا. صبر کن زنگ میزنم. درست است. کدامش بود؟ بله رئیس صاحب، شبتان بخیر. من قریه‌دار گزلکوی نیازی گیتیگیدار هستم. میبخشین در این وقت شب مزاحمتان شدم، اما از شما یک خواهش داشتم. یکی از دوستای ما در قسمت بالای قریه در یکی از قسمت‌های جنگل یک کلبه تایردار ساخته بود، اما حال در جایش نیست. میخواستم از شما پرسان کنم که میفهمین در کجاست؟ کدام معلومات دارین؟ فهمیدم. توبه او رام فهمیدم. خب اینا کی بودن؟ او رام فهمیدم. خب درست است. بسیار تشکر. شبتان بخیر. میبخشید مزاحم شدم. شب بخیر. چی شد؟ کدام کسی شکایت کرده که در جنگل یک ساختمان بدون مجوز ساخته شده. اونا مجبور شدن خانه شما را به دیپو ببرن بچین. همین امروز بردنش. کی شکایت کرده؟ او را نمیفهمم، اما گفت 2 نفر بودن. یکی مرد یکی زن. گفت فردا صبح خبر خواهد شدین. 2 نفر؟ یک زن یک مرد؟ کجا میری بچه؟ کار دارم. خدا حافظ. خدا در غضب خود گرفتارت نکنه. در این وقت شب رشخندی را گرفته. بچه جمال استاد شو. کجا میری جمال؟ استاد شو. خدا در غضب خود گرفتارت نکنه. بیا جان خواهر. بیا دخترم. آستا. حالا چی کار کنم؟ برو اونجا استراحت چی کنم؟ زیر کمپل مندازم. هرگز نخیر. یعنی خب باید در پهلویش کسی خو شوه. خب به خاطر گرم کردنش باید در پهلویش کسی خو شوه. بیبی آخر گپ دل خود گفت خسر به این بهانه میخواد در پهلویش خو شوه. تو آدم از چیزی بنیامین چتیات نگو. در پیش پدر مادرش چه قسم گپ زدن است؟ بس است دیگه. چیغ نزن بچه. بس است. دیگه تو را میکشم. یک حقیقت علمی است آقای یوسف. یعنی وقتی یک مریض نزدیک به یخ زدن باشه، به خاطر که درجه حرارت وجودش عادی بسازیم، در پهلوی او باید بخوابن و با حرارت وجود او را در آغوش بگیرن و حرارت او را عادی بسازن. من خو نگفتم که من خو میشم بنیامین. خوسیس خی مادرشو آیتن خوشه. آیتن صدا کنین زود شوین. درست است. ما این کارم میکنیم. اما نورتن نمیشه. چرا نمیشه؟ ما وقت نورتن نباشه خوام نمیبره. نمیشه. نه از دست نکوزانکه. بسیار خوب. حالا دیگه شما زودتر خو شوین که دخترم گرم بیاید. آیتن چی شده؟ آمدی خواهر؟ تو و مادرم باید امرای کاموران یک جای خو شوید. اما تو خو نمیشه. ما که جای میشیم. صبر دختره.
ما و تو مثل دو دوست در بین ما او را خو میتیم اقسم. خب درست است. زود شوین دیگه، زود شوین که کامران گرم بیاید. زود شوین. پس شفای عاجل میخوایم کامران. شب بخیر. مام دیگه میرم. خداحافظ بچه. خب مادر تو دو خوشو. اتو خوبه. شما خوشوین که مام کمپل سرتان بندازم. نه دخترم کمپل نمیگیریم. بیا با حرارت وجود ما ایره گرم میسازی. درست بیش خوشو. این آفرین دخترم نزدیک تر. آفرین دختر قند من. آی دختر شیرین من. نورتن بسیار میبخشی، اما منم میخواستم که تو در پلی کامران خوشوی فامیلی جانم. بسیار اعصابم خراب میکنه. اگر جزو خانواده ما نباشه امیالم میکشمش، اما چی کنم دیگه؟ خیر از بینوش تشویش نکو. مرا بیبی خوب شد که تو مرا نماندی که امرای کامران خوشم. توبه دختر، من کی تو را میمونم اونجا خوشی. بیبی که بر تو چی میگم بینوش، تو هیچ آدم نمیشی. چطیات نگو، اقناز نکو زنکه، اقناز نکو. خانم ما بیازه دوتا جان داره، خدا جانت نگیره. اینجا خوشوی تو چه خیلی نیستی؟ بنیامین چی شد از زنکه؟ من بسیار خوش هستم. نورتن بان که طفل ما تولد شد باز بیبی چه قسم خوش میسازم. چی کارا برات خواد کردم؟ میشه انشالله. من باور دارم. اینجا بیا که دا آغوش بگیرم. دختر صبر کن، مرا کناز نتی دیگه. نورتن اینجا نفس کشیده نمیتونم زنکه. کان. بله جمال. تو که دیامتو نیست؟ نفهمیدم درباره چی گپ میزنی. به خاطر خانه ما تو شکایت کردی یعنی؟ ها درباره اون مسئله. من دستای قوانین گپ زدم جمال. کاری را کردم که هر شهروند باید کنه، بالاخره اونجا زمین پدرت نیست. تو وقت در قریه خیمه زدی ما از تو شکایت کردیم؟ شکایت نکردن، اما خیمه مرا دادن. فرق بین ما و تو همی است جمال. من میرم مردانوار درخواست شکایت میتم، تو پت خیمه مردم آتش میزنی. همتون نیست؟ تو میفهمی احمق؟ یک لحظه جمال، یک لحظه. دفعه پیش شکسته بود، از او خاطر باید تدابیر خود بگیرم، به خاطری که بعداً پیدا کردنش اینجا مشکل است. نمیمانم. زنده نمیمانمت. لعنتی. خدا در قسم خود گرفتارتون نکنم. صبر کنین. چی میکنین؟ جنگ نکنین. جمال ایرش بس است دیگه. بس است. شما چی میکنین؟ کلان و دوستین نمیشرمین مثل اطفال جنگ میکنین؟ دوستت شروع کرد. فرق نمیکنه تو شروع کردی یا او شروع کرد. توبه این چی کار است؟ بیادر دی وقت شب لطفاً بس است. خاکن لطفاً بفرمایین خانه‌تان برین. زود باشین خواهش میکنم. جمال توم همراه ما بیا. زود باش. مرا ببین. جمال حرکت کن. زود باش. برو. توبه کردیم خدایا. بیخی مثل شکاستین. آیستا لوده آیستا. آیستا بچه. توبه کردیم خدایا. بدر تو بیخی عجیب شدی به قرآن. اگه جدا نمی ساختمتان حتما میکشتیش. چی کنم خیلی نیازی؟ اگه خانه تو را ببرن تو جنگ نمیکنی؟ نمیکنم. او بیازه به خاطر این کارو میکنه که تو سرش حمله کنی. میخواد تو را عصبانی بسازه، میخواد تو ناراحت باشی. اگه این کارو کنی بام به هدفش میرسه. بیادر فهمیدی؟ درست است فهمیدم. کم پیشتر پایین میشم. پایین نمیشی. یعنی چی که نمیشی؟ پایین میشم. نمیکنم. گفتم پایین میشم. چرا استاد نمیکنی؟ پایین میشم. میخوای پایین شوی باز همراه کان جنگ کنی. همه تو نیست استاد نمیکنم. توبه کردیم خدایا. خدا در غضب خود گرفتارت نکنه. چی میکنی؟ نیازی محترم اینجاست. محترم پایین میشم. در محترم سوار میشم. درست است؟ خود چرا از اول نمیگی؟
توبه کردیم خدایا. شب بخیر. شبتان بخیر. گوش کن مستقیم به خانه میری. به خدا بیخیوش کستن توبه کردیم خدایا. بعد از ای که کامران گم شد رابطه ما و لالا یوسفشان زیاد نرم نشد، اما تونست یخ ما آب شده میره. بله اما چی کنم دادو؟ من انسانیت دارم، نمیتونم پشت ما دور به ما برم. خب دیگه ما میگم که آله که رابطه بین ما و اونا خوب شده، آله که اونام کم نیت خوب دارن، خب با جلال آیتن خواستگاری کنیم. دیشب چطور با هم نزدیک شیشته بودن دیدی جانم؟ خب دیگه باز درباره‌اش فکر میکنم. چی فکر میکنی؟ آله فکر نکن، جواب مثبت بده. دودو تو از مهربان بودن از تو استفاده میکنی یا میخوایی بدون فکر کردن یک کار انجام بدم؟ خب من چی کنم؟ خوشی اولاد من میخوایم با آرزویش برسه. این آرزو را هر مادری داره. آی بیازو، ما از خاطر مریضی که حال دوچاره شدیم از خانه و شوهرم دور شدیم. چی قسم دور شدیم از خندهایت. خنده؟ او تبسمایت. خب درست است. خب یک کارو میکنیم، باز میریم خواستگاری میکنیم. سیز چی شد؟ گفتم درست است، میریم خواستگاری میکنیم. راست میگی؟ بله. زنده باشی. خدا از تو راضی باشه جانم. فعلا شب بخیر. Nasıl iyi geceler kız, hemen çatkıyı aşağı çıkıp nasıl iyi geceler ya? لحظی کاش کمی صبر کنی به خاطر من. عاشق شده ای دل، غمهایت مبارک باد. مشکل زیاد پیدا میشه تو دنیا، اما یکیش خوشگل من نمیشه. از دل من بخبری bu بخبری. Şaka. Ben hiç sevdiceğimi askıda bırakamıyorum. دختر مقبوله، این موضوع خانه را چطور خود کردیم مادر کلام؟ خودت جیگر خون نساز دخترم، هر مشکل یک راه حل داره. جمال آمد. هنوز نخوابیدین؟ نه جانم، منتظر تو بودیم. فهمیده تو نیست خانه را کی برده؟ بله. کی برده بچه؟ کان. چی؟ در ریاست محیط زیست شکایت کرده، اونا هم خانه را گرفته از اونجا برده. های باورم نمیشه، تو جدی هستی؟ ما صحیح نفهمیدم، اما کانک دکتر دندان شکایت کرده؟ مادر کلانمو شکایت کرده. او آدم عقل خود از دست داده؟ او چرا قسم یک کار کرده؟ او چرا به خانه شما؟ مادر کلان آرام باشه. آرام نمی باشم. چرا آرام باشم؟ ای کارش من ای کار او را به جواب نمیمانم. دلش از زندگی سیاه میسازم. من ای کارش به جواب نمیمانم. او هنوز مرا نشناخته. آی جمال، چی شده دختر؟ بسم الله.
بسم مادر چی شده؟ خواهر جان گرم آمدی؟ ها گرم آمدم. گرم آمده حتی مرام دیگه کس فکر کرده. آی چه اینجا بوی بد میتم مادر. آی توبه بخه دختر بخه زود چه لباسایش تبدیل کن. در غیر او از بوش دیوانه خود شدیم. توبه کردیم خدایا. دلم بخی بد. آی مادر دلتون به بد شدن بهانه میپاله به خدا. چه باش دخترم روی من زبان بازی نکن. حالا برو. چی شده دختر؟ چی بفهمم مادر؟ حتما کدام مریضی از خواهرم به ما سرایت کرده. آی ما چقدر گشنه شده. برم برای خود صبحانه آماده کنم. چایم نوشیدیم. گل پس فوراً بریم در ریاست محیط زیست که خانه را پس بگیریم. جانم خانه را خوب پس میگیریم اما او را کجا بریم؟ ایرمام نمیفهمم. حتما یک جایی را پیدا میکنیم. اگه پیدا نکردیم رفته خانه را در میدان قریه میمانیم. جمال تو کوی بلند خود دیدی نه بچه؟ بله سلطان مادر. همو که خواهرت یگان وقت او رفت آمد میکنه. بله. از او که تیر شوی زمینای مذهب تو نیست؟ بله. در بین دو زمین یک دریاست دیدی بچه؟ بله. در رو برویش او درختای کلان که از درختای کلان. بله. او منطقه تمامش از مز بچیم. خانه تانه برده اونجا مانین. کسی شما را چیز گفته نمیتونه. او جای از مزها شرشر صدای آب و مز جای دیدی گل این مشکل هم حل شد. زنده باشی سلطان مادر. تشکر بودت کلان. امروز همراهی نیازی کار دارین؟ کار همراهی نیازی نخیر؟ با نیازی بگو که اینجا بیایه. قبل از رفتن شما ما اونجا را میبینیم. بسیار هیجانیستم باید خانه تا ببینم. درست سلطان مادر. گل حال عجله کزود شد. خب در اونجا باز میبینیم سلطان مادر. در اونجا میبینیم. ما میایم برین. بیا عزیزم. خدافظ مادر خلا. برین دیگه بخیر برین. لالا نیازی بله نهال. آی تو تمام شب در اینجا خواب شده بودی؟ والا منتظر زنگ نهال بودم که همینجا خوابم برد سما. یه بار حتما نهال زنگ زده. توبه کردیم خدایا سلطان دختر زنگ زده. بله سلطان دختر. نیازی تو در خانه چی میکنی ها؟ چی همه تو شیشته بودم که زنگ زدی. در او صورت فورا اینجا بیا و مرا در دره هپلان ببر. خیرتی از اونجا چی میکنی؟ گلسوم و جمال خانهشان از جنگل گرفته اونجا میبرن. میگم خانهشان ببینیم. بیا زودترم کار دارم. حالا زود بیا دیگه زود. درست است میایم. این دیگه چی حال روز است به خدا. هر کس زنگ زد حتی مادر کلانش زنگ زد اما نهال زنگ نزده. اما حتما زنگ میزنه. سما خواهر تو اینجا منتظر باش. درست است او که زنگ زد به من خبر بده. من لباسایم تبدیل میکنم. بس فهمیدی که از برای میزی من رفتم. بسم الله. توبه. معذرت میخوایم نورتن تلفن ما فراموش کردم. تو را از خواب بیدار کردم. بخواب کو جانم خواب کو. ما رفتم جانم هستی. خداحافظ من. چی گپ هست بچم؟ بله یاز نه. بنال ماشین تراکتور هیچ کار نمیکنه. ما در پیش دریاچه هستم. بچم چطور کار نمیکنه؟ چطور کار نمیکنه؟ یعنی که روشن نمیشه. حتما تیلش خلاص شده. تو یک دفعه بیا جیت واره بیبی که چی شده تراکتوره. بدون من هیچ کار از دست تو ساختن نیست بچم. بچه میگه که من نفهمم.
تو را نشان میتشت و میکنه. بسیار احمق هستی. احمقا به خدا محال میکشمت، امیال میکشمت. وای بابا جان این چی هست؟ نورتن بنیامین ایلوکو گفتم مویه مکن یو چون کشیش هست. ایلوکو بله حتما خواهرم لط میکنه. بله چی شده باشه؟ چشم سخیده به شهر موجودیت من این کار رو میکنی ها؟ حالا برد نشده بنیامین احمق. با خود بیا تو را چی شده؟ دیوانه شدی؟ بیشرم زنگ میزنه. نورتن تو صبر کن. تو چی میخوایی؟ چرا به شوهرم زنگ میزنی؟ نمیشرمی احمق؟ خواهر تو چی گفته میری؟ تو کی هستی احمق؟ ماستم کمال. کدام کمال؟ کمال ماستی؟ ها کمال شما. تو نهال نیستی احمق؟ نهال چی خواهر؟ چی شد یاد گفته میری؟ تلفن قطع کن. نورتن تو که آدم ها ببردی گفتن میمونی؟ درست است توضیح بده. یک چیز خنده‌دار هست. نهال به نیازی زنگ نمیزنه و نیازی هم منتظر زنگ نهال هست. نهال هم زنگ نمیزنه. مام در قهوه خانه کمه نیازی را اذیت کردم دیگه. نام کمال پاک کردم، شماره او را به نام نهال ثبت کردم. وقتی کمال برم زنگ میزنه نام نهال نوشته میشه. نیازی هم وقتی ایره ببینه بیهوش میشه بیچاره را. از گپ زدن بیخی میمونه. کاش میدیدی که بیچاره به چی وضعیت رسیده بود. بیخی زبانش بند شد. طرف ما بی احمق. اذیت کردن نیازی کار تو است احمق بیکاره، آدم بی عقل. نورتن گفتم امروز شوخی کردم. این چه قسم گپ میزنی؟ شوخی کردن امروز نیازی چی غرض است؟ بعد تو چی؟ حالتت میفهمم. بنیامین احمق میکشمت. چی شده دختر؟ بگو بره. باور کن کل مویای مکن. ببینین دوستا خداوند کمکش کرده. با خدا اگه ما او قدر دو می بودم حتما یخم میزد. او کامران است. کامران با آسانی چیز نمیشه. من میفهمم. الله دماغم بس است. با قرون از درد نمیبرم. الله بابا دکتر دندان پیش کامران رفته. یاد خدا در این گل صاحب پیش کامران چی میکنه؟ دیگه چی کنه دوستم؟ کامران از دان مرگ پس آمده. تو هیچ خبر نداری؟ دوستا او دکتر نامزد کامران نیست. خب باید پیشش میرفت دیگه. توبه به خدا که از درد نمیبرم. دوستا نیازی آمد. خوش آمدی قریه. خوش آمدی نیازی. خوش باشین. خیرتی است. در موتر آمدی. نیک جای میری؟ چی گپ است نیازی بدر؟ نیک امروز نهال پس می به خاطر آوردنش موتر اینجا آوردی ها؟ نه بیادر جانی موضوع نیست. سلطان مادر به دره هپلان میبرم. چرا بیادر؟ خب دکتر دندان علیه جمال شکایت کرده. ریاست محیط زیستم خانهش را ضبط کرده. حالا جمال با بردن او خانه رفته. خانه را در دره هپلان میمانه. تو راست میگی نیازی؟ دکتر دندان علیه جمال شکایت کرده؟ یک چیز خوب به نام انسانیت هم هیچ کار خوبه نکرده دوستا. راستی هم که کار خوبه نکرده. واقعا کار خوبه نکرده. به نظرتان بد نیست؟ صدیق یک دقیقه همراه ما بیا، کم کار دارم. بیا. نهال زنگ زده یا نه؟ زنگ نزد. ای خدایی دختر چرا زنگ نمیزنه؟ توبه کردی. با کسی که ضرورت است زنگ میزنه نیازی. ما چی بفهمم؟ بیا از بچه مرد کسی که ضرورت است همون زنگ میزنه. تو از کجا آمدی؟ درست است من رفتم. مزاحم لوده. بشی بیاخه. ما یک چیز براتون میگم. والا حتما نهال نیازی رو ترک کرده. راست میگم. بشی احمق لوده. هنوز نیازی 2 قدم از اینجا دور نشده که فوراً مثل زنا غیبت کردن دوباره شروع کردی ها؟ بچه موضوع اصلی ما گپ زدن درباره کار احمقانه‌ای که دکتر با جمال کردن نیست. بله همینطور است. بله راست میگی. به خدا که راست میگی. بسیار کار احمقانه کرده. بسیار احمقانه. ببینه دوستا از وقتی که دکتر دندان به قریه ما آمده ما همیشه کمکش نکردیم. کمکش کردیم. برش خانه ندادیم. عالی کار دکتر دندان بی چیز به نام انسانیت هم خلاص. اون زن یافته نمیگم که زن نیافته، مگم درد دندانم از زیادتر کرده بچه‌ای که خوب کنند. راستی هم کاکا علاءالدین بسیار کار بد کرده. به خدا بسیار کار بد کرده. بیبی از اینجا تا به او قسمت از ماست. چطور یعنی؟ خانم سلطان اینا را برای تو داده؟ بدون که پیسه ازت بخواید؟ خب بیبی بانو جان تمام زمین ها و مزرعه های قریه مربوطه سلطان مادر است. او هم اینا را به خاطر کشت کار به آقا یوسف داده. نیمشان به من داد. خب آقا یوسف چیزی نگفت؟ خب البته در اوایل عصبانی شد اما بعدن آرام شد به خاطر که من دامادش میشم. یعنی ایام به نفع او شد.
خب درست است، اما تو تک و تنها در این زمینا چی خواد کدی بیادر من خو نفهمیده. اینجا غلجات کش میکنم. خودت ای کارم میکنی؟ نه جانم خودم نمیکنم، از قریه کارگر میگیرم خواهر جان. خب غلجات بله عالیست، ما هم کشتکار میوه و سبزیجات دوست دارم، اما چی بفهمم درباره زمینداری چیزی رو نمیفهمم. یک چیز بپرسم، اینجا خو آمدم اما چی بفهمم اینجا مار یا کدام چیز دیگه خو نداره همونطور نیست؟ مار؟ نه جانم ده اینجا مار از کجا شود؟ آی مار کاندی اینجا مار است، اینجا مار است. نه ترسونه فرار کرد. بانو آی دخترک قندم دانتا باز کن آفرین چقدر مزه بخو که دگام شیشک شوی بخو. افسوس و تو بچم بنیامین بنال خسار بیبی این پروژه ماست. بس فهمیدی که از مسارت افتخار میکنم. آفرین خسار آفرین. ما میگم اولا چیزی که میخواستم اما تو شد. طرف ما بیبی میگم که پروژه آماده است، این قسمی که میخوایم تطبیق کنیم. ها راستش خسار جان درست است، این تاریک هستش معلوم نمیشه. من در تلفن خودم روان میکنم، باز در تلفن ما بسیار واضح معلوم میشه، از او خاطر کان پرنتر داره اما تو نیست؟ ها بله خواهرم راست میگه، او پرنتر داره. روانش کردم. این جمال بیبی تو چقدر زحمت کشیده، چقدر چیزها را جور کرده. خسار جان توبه کنیم خدایا. خب خسار من میره پرنت میکنم، شما چایتون بخورین، ما زود پس میایم. درست است؟ برو خوب کلان پرنتش کن، خوب کلان فهمیدی؟ جانم خوبانه تا بخور. سعیس میخورم نورتن. ما رفتم. خداحافظ. آفرین. خواهر ایره بگی تو داخل برو، من یک بار به قهوه خانه میرم، باید اونجا رفته همراه کارگر رو گپ بزنم. درست است؟ درست زود پس میایم. کن صبح خیر. ایسا گست آی بنیامین دیگه یک قسم همراه شوخی نکنی. سعیز دیگه نمیکنم. سلام بنیامین. سلام، چطور هستی؟ خوب هستم، زنده باشی. کان جان امروز یک کار عاجل دارم، باید از این تلفن یک چیز را پرنت کنم. درست است پرینت میکنم، اما عاجل است باجا جان. درست است برم پرینت کنم. یک چیز میگم، او راستی دیشب میخواستم که تو را دانابینی تمایید کنم، به او خاطر ازت بسیار معذرت میخوایم. دادلت نگی دیگه، بین باجای گپا میایه. میشه راستی ما برات یک چیز بگویم، یعنی از که من حیث یازنه کامران از او مواظبت میکنی بسیار خوش هستم. راستی بچم؟ بله. باور کن بسیار کاک هستی، نه ترس نمیزنمت. بعد از این باجه استعمال دیگه. نیازی گوش کو برای چی میگم. ایرا و خوب مقبول بساز، 4 طرف شکلان کو. درست است؟ میخوایم اولادا وقتی با موتر میاین براحتی بیاین و دیگه او طرف هم یک پل مقبول بساز و این طرف هم یک پل بساز. فهمیدی؟ نه چند تا پل بسازم سلطان دختر؟ مصرفش بسیار زیاد میشه. تو دقیقه پیسه میسیش نشو، پیسه او را من میتم، تو تشویش نکو. اولادا یک خانه بسیار مقبول ساختن، نیازی در او خانه به بسیار خوشی زندگی میکنن. میخوایم به اونا یک باغچه بسیار مقبول بسازم، تحفه عروسیشانه برشان میتم. فهمیدی؟ درست است گپت فهمیدم، تمامش فهمیدم چی گفتی. چرا از اینجا به او طرف یک پل میسازی سلطان دختر؟ مگم تو زمین او طرف به دکتر کان نداده بودی؟ یعنی چی فایده که از اینجا به او طرف برن سلطان دختر؟ میرن تو کم صبر کو، کل چیز درست میشه. کم صبر کو باز بیبی. درست است سلطان دختر، درست است. بیبی اونا آمدن. توبه،
این خانه چقدر مقبول است نیازی. از چیزی که گفته بودن مقبول تر است. آفرین جمال، چقدر خانه مقبول ساخته. توبه. بخورین بگیرین. هلال، جلال، بیاین اولادایم. چی شده مادر جان؟ براتون یک خبر خوش دارم. براتون یک چیزا میگم. چی شده مادر؟ اول شیرینی ما بتین. آها بگو دیگه مادر، از تشویش کم است که با ما. چی شده؟ کار تو میشه پدرت قانع کردم خانه یوسف بیادر به خواستگاری بره. راست میگی؟ یاد آقاشو مادر جان. خبر شدی من داماد میشم. میشه بخیر. تو زنگ زده با ایتن خبر بته حالا جانه. بله عشقم. بله بگو جلال. مادرم میگه که اگه خانه باشیم با قهوه خوردن بیاییم. راست میگی جلال؟ بله راست میگم، با قهوه خوردن میاییم. پدر کاکا حسنویشان میگه اگه خانه باشین با قهوه خوردن بیاین ها. پدر حالا برشون بگو که بیاین. یعنی خانه هستیم، بفرمایین بیاین. درست است، به امید دیدار. خواهر اینجا بیا که داماش بگیرم من پیادر داماد میشم. خدا خدایا شکره. جان مادرش چقدر وقت میشه منتظری روز بوده. دخترها چند دقیقه بعد اونو میاین. حالا دخترها دیگه اینجا رو جمع کنین زود. یوسف جان تو هم برو یگان چیز درست بپوش جانم. لباسای ما چی شده؟ پدر قسم خو نمیشه. حالا بخیر لباسای دیگه تا بپوش. حالا راست میگه پدر جان. حالا پدر راست میگه. حالا یوسف جانم. حالا دیگه تو به خدایا چی بگویم تون دیگه؟ حالا پدر جان. حالا همگی تون عجله کنین. حالا دیگه دخترها حالا دیگه اونا را بیارین. آفرین جمال، آفرین بچیم. اونا را ما آورده در گرد میزبانیم. درست است. بیبی دادی برد. درست است میبخشی چیز نشده. آفرین جمال، آفرین بچیم. اینجا دور میزبانی نیست که چطور میشه. دختر مقبولم سرمیزی را آوردی. بسیار مقبول شد. بسیار مقبول شد. بسیار مقبول است ماشاءالله. من چند دقیقه شیشتم ماندگی خدا بگیرم. سر پای استاد شده خسته شدم. بیشی. چند دقیقه خوب بشینم. ما هم خسته شدم والا. خب مادر کلان چطور از خوشت آمد؟ بسیار مقبول است دخترم، بسیار مقبول است ماشاءالله. گوشک و جمال با ما ممه قسم یک خانه جور که با ما و نیازی. اما زینایش بلند نباشه بچه. این پایم زیاد درد میکنه. در زینا بالا شده نمیتونم. فهمیدی؟ اما تو نیست نیازی. جور میکنم سلطان مادر، جور میکنم. چطور جور نکنم؟ خوب درست است. ما رفته یک چای بانو. بسیار خوب میشه دخترم، بسیار خوب میشه. ما هم چند دقیقه از این هوای خوب لذت ببرم. هوام بسیار خوشایند است. گل ازت یک چیز پرسان میکنم. نهال با تو زنگ زده یا نه؟ نه تو هنوز زنگ نزده. خدایی نخواسته برش کدام اتفاق نفتاده باشه. نه جانم، جنجال چی؟ صبر کن زنگ میزنم. با او بهانه تلفن بتومتون که گپ بزنم. درست است. آفرین، همه تو خوب میشه. چی میکنین زن بیچاره در بیرون تنها مانده؟ صبر کن به نهال زنگ میزنیم. نه رخ نمیشه. جواب نمیده یا تلفنش خاموش است؟ نه رخ نمیشه، یعنی خاموش است. اما بعدا حتما زنگ میزنم. نیازی تو پیش سلطان مادر برو، من همراه گل کمک میکنم. او بیچاره منتظر تو است. بیازو نواشتی کرده به خدا که خوب نمیشه. ولی از خدا قدر خنده نکو بشیم. سلطان مادر بازم به من مانده. در غضب خدا گرفتار نشین در قرآن. نیازی چند دقیقه بیا بیشی. برات یک چیز میگم. اینجا بیشی برات یک چیز میگم. در ذهنم من بسیار یک مفکوره عالی دارم. بگو چی مفکوره داری سلطان دختر جان؟ من بفهمم. تو حال مستقیم به قهوه خانه برو. از اونجا یک اعلان بده به تمام قریه. چی قسم اعلان؟ بگو سلطان دختر مهمانی میته به تمام قریه به خاطر گل جان. کجا؟ در اینجا. چی وقت؟ امشب نیازی. اما همگی باید متعجب شوه. متعجب. چی قسم متعجب؟ به خاطر مهمانی. چی؟ میخوایم همگی بیاین نیازی جان. چرا؟ تو با نیازی تو هم چقدر چرا میگی؟ میخوایم به خاطر عروسی گل جمال یک مهمانی بتم. حالا فهمیدی؟ تو حال زود برو غذا و هر چیزی که به شب ضرورت است آماده کو بیار. منصورم بگو که بیایه.
طرف ما بیبی یک عکاسم بیار که عکس بگیریم، همگی با هم یک جای عکس بگیریم. سلطان دختر گپایت کاملا درست است، بسیار مقبوله. تا شام کارا را چی قسم خلاص کنیم؟ امکان داره تو میتونی. تو کسی هستی که در سال نو در ظرف 2 روز یک محفل گرفتی، تو میتونی. من میفهمم این گپت خود راست است. من حیث یک سیاستمدار هوشیار هر کاری کردم میتونم. کافی است که بگویی که انجامش بدم. راستی یک چیز میگم، در اعلان موضوع عروسیشان براشون بگویم یا نه؟ نه نگویی. میخوایم متعجب شون. متعجب بگو که سلطان دختر مهمانی داره. اما قدر خود درست است حلش میکنم. حالا دیگه نیازی. خود دیگه من رفتم، خداحافظ. حالا دیگه زود شو. باور که بسیار عالی شد. زنده باشی باجا جان. اگر تو نمی بودی من به خاطر کاغذ باید تا مولا میرفت. هیچ گپ نیست جانم، هیچ مهم نیست. سلام مرم به کامران برسان، امروز به دیدنش میایم. سعید میرسم. خداحافظ. توبه. روز بخیر. بریم یک چای بیار. چای نیست. چطور نیست؟ همگی میخوره. آب خلاص شد. در صورت بریم یک نوشابه بیار. نوشابه؟ او هم نیست. بگو که از دکان بیار. ما امروز دکان باز نکردیم به خاطر که رخصتی عمومی است. خب یادم رفته نامتان چی بود؟ فکر میکنم که مشکل دندان شما هنوزم ادامه داره. کار ما نیمه مانده بود. اگه میخواین به معاینه خانه بریم و تکمیلش نه بچه نمیخوایم. اگه از دندان درد پچاخم شوم پای ما به معاینه خانه نمیمونم. اما قسم نمیشه، یعنی هم پوندیده و هم دردش اذیتتان میکنه. بوته بعد چیزی نمیشه. تو با کارت راست. من خوازی کارای شما چیزی رو نفهمیدم دوستا. مرا چیزی نمیشه. یعنی چی که مرا چیزی نمیشه؟ بلاگم شو نکو خنده. این چی روزه است؟ توبه اینا کجاستن؟ نورتن چی گپ است؟ لباسای ما رو میپوشیم، چرا چیخ میزنی؟ توبه یک دفعه صدای که خوب بکش. خبر داری خانه ما مهمان میایه. باز کی میایه؟ کاکا حسنویشان میایه. بیا تو هم لباسای خودت تبدیل کو. بیا کاکا حسنویشان دیگه کدام شنگ بولا نیست. توبه بیا اینجا چی بیرو بار انداختن؟ پس شوین برو. توبه خدایا. تو نگو بیبی چقدر قندول هستن. بیبی بینوش. روز کلگی بخیر. خوش آمدی نیازی. روز بخیر آخه نیازی. چی شده ها؟ شما را چی شده؟ چرا هیچ کس همراهیم گپ نمیزنه؟ ما چی بفهمم؟ از مردم بپرس. میپرسم اما جواب نمیتن. بیبی قسم رفتار میکنن که من نیستم. بیبی چرا تو میکنین دوستا؟ نیازی به دکتر دندان بگو ما حالی گزلکوی همیشه در کنار دوستای ما میباشیم. اما جمال نیمه از وجود ماست بچیم. با جمال بسیار کار اشتباه کردیم. شنیدی دکتر صاحب؟ شنیدن خود شنیدم. یعنی این موضوع بین ما و جمال است. دوستا یک موضوع شخصی است. به شما چی؟ دزم ما فعلا از اهالی این قریه هستم. یعنی به خاطر که ما از دیگه جای آمدیم از من روی میگردانین همه طور است؟ این موضوع با چیزی که میگی کاملا فرق میکنه. اگه ما از کسایی که از دیگه جای میاین روی میگشتاندیم باز جای خود به شما نمیدادیم. ما هم تمام روز با این لباس در قهوه خانه و در این گرمی نمیشیشتم. قسمت آقا نیازی خوب است. بسیار خوب. درست است. دوستایی که در زمین کار میکنه و کسایی که از اونجا پیسه میگرفتن اونا چی خواد کرد؟ کار کردن رها میکنه. ببین نیازی به این دکتر دندان بگو که بعد از این ما در زمین و زراعتش کار نداریم. اما تو نیست دوستا؟ بله برش بگو که ما خو کشت کردیم اما برای درو کردنش یگان کسی دیگر را پیدا کنه. درست. خیلی قسمت
درسته است، همه قسم باشه دوستا، اما ایره خوب بفهمین من کسی نیستم که از یک چیز به آسانی منصرف شوم و بعد از یا منصرف نخواد شدم. قرار که کتم دندان خراب روز بخیر. برو بخیر. آفرین به شما و خدا آفرینتان. برش خوب درس دادین که اشتباه خدا درک کنه. دیوانه شد. البته جانم. توبه. صدیق جان برای من قهوه بیار لالا. شیرین باشه؟ بله شیرین باشه. راستی عثمان بیادر حیاتی امروز به خاطر یک مهمانی باید آمادگی بگیره. توبه اینقدر کار چی وقت خود کردیم؟ گفتم امروز دیگه. دوستم امروز خو میگی، اما کی غذا پخته میکنه؟ دست به دست هم میتیم و این کارا میکنیم. میشه دیگه. تمامش میکنه. درست است. اینقدر بس است که با هم متحد باشیم. آیستا که باز کدام خرابی نکنی. آیستا بیا. مادر جان بخیر داماد میشم. خب این مردم کجا هستن؟ راست میگی اینا کجا رفتن؟ بچیم خبر خود داده بودی برشان؟ بله پدر جان زنگ زده و خبر دادم. خب خیر است، شاید اونا آماده میشن. ما میریم اونجا میشینیم. بیاین اینجا بشینین. دودو تو دو گوشه بشی. دخترم بالشتا رو از اونجا جمع کن. آیستا بانیش آیستا. بلندش کن دخترم بلندش کن. یوسف کم عجله کجانم که حال میرسن. خبر کزنه که 14 خونه ندارم. آیتن دخترم آماده هستی؟ آفرین. جایتون جسایی است؟ بله. بچیم این چی است که در پایین افتاده؟ این چی است؟ بگی پدر جان. اینو ببین چقدر خوش است. آیستا این قدرم خوش نباش. احمق این خب پروژه ماست. چطور یعنی؟ این پروژه اولی است که جمال چقدر سر زحمت کشیده بود تا آماده شد. پروژه‌ای که بچه به دستای خودش آماده کرده. این بیوشتانه ببین. یوسف بی غیرت و احمق ببین. این بی شرمه جایو نداره. توبه این بی غیرت جایو نداره. بی شرمه نوده. این پروژه من گرفته. همه تو بگی دقیقه و خانه گفت از تکس میگیرم. مثل احمقا پروژه ما را با دستای خود با اون تسلیمش کردم. بخیزین کجا میری؟ نه هنوزا میگه کجا. دیگه یک دقیقه دیگه اینجا نمیشینم. بخیزین بخیز گم شو. یک دقیقه دیگه اینجا نمیشینم. کجا میره؟ مادر بریم تا که ما رو ندیدن بریم. تقدیرم شوه. بیاین. مادر جان کجا میره؟ بریم با خدا مات بشم با خدا. اینا چی شدن؟ چند دقیقه منتظر می باشیم شاید بیاین یوسف جان. بیا دختر بیا. کار ما باز خراب شد. جلال بیاز اعصابم خراب است. زیاد سرمگب نزن. نوش کنی. پدر این فقط یک پروژه است. بان که بگیرش اگه بگیرد چه خواهد شد؟ احمق این فقط یک پروژه ساده است. بیادر دی پروژه زحمت کشیده. فقط یک پروژه است. بچه مو به شرف اول جایی از ما گرفت. بعدا اون پروژه رو دزدی کرد. بازم میخواه بچه ما بگیره. نمیتونمش. بچه من نمیتونم. با اون نمیتونم. دختر مختارشم نمیخوایم. ایره من خوب میفهمم اما مادرت رو فهمانده نمیتونم. مگه ما چی گفتیم؟ یه حال خود چیز نگفتی. به خاطر آمدن به اینجا مغز خوردی نه. ما او رو برات میگم. ما دیگه هیچ چیزی نمیگم. بگی مادر حالا زنده باشی دخترم. چطور خوبش میخورن میبینی؟ بله میشنوم پدر. بچیم تو کجاستی؟ ده پلان هستم. یوسف بیوجدان پروژه تو را دزدی کرده. کدام پروژه؟ امو پروژه را که به خاطر خواخانه آکیوکا ساخته بودی او را دزدی کرده بچیم. امو را از ما گرفته.
چطور این کار کردن؟ پس آن برات میگم بچم که چی قسم گرفته. تو فعلا کجاستی بچم؟ ده هاپلان هستم پدر. چیز سلطان مادرم اینجاست. اونجاستی؟ درست است. خوب است که اونجاست. ما هم یال اونجا میاییم. خداحافظ. پدر اگه ما نریم میری به پدر. مرا یک روز بدون دردسر نمیمانین. چون خوب بفهمم که اگه تو را حال بانم کجا میری، خانی و همقا میری، تو مرا بازی داده نمیتونی. برو مادر. سلطان مادر پدر ما میایه. خوب است بیایه. او را ببینم، همراهی او هم گپ بزنم. گل چیزی کم بود نیست؟ توجه به اطلاعیه تمام اهالی گزلکوی. سلطان مادر به خاطر آمدن بهار و به خاطر یک سلسله اتفاقاتی که در قریه رخ داده امشب در منطقه هپلان مهمانی بزرگ گرفته. تمامی اهالی قریه ما دعوت هستند. خوب گپ گوش کنین. کلتان دعوت هستین. مهمانیام عالی است. بر علاوه منصور بیادرم و شما آهنگ بسیار زیبا میخوانند. هم رفت بازی خوب میکنه. ما شاد بوده. بانو بازم یک فرصت خوب پیدا شد. خب چی است؟ مردم از من روی گشتانده. حالا به خاطر آشتی شدن همراه اونا یک فرصت خوب است. از سلطان مادرم معذرت میخوایم. او مرا زیاد دوست داره. اهالی قریه اگه همراهت گپ بزنه چی میشه؟ اگه نزنه چی میشه کان جان؟ این قسم نگو خواهر جان. حالا ما محله قریه هستیم. در ضمن اگه کسی را به خاطر کار کردن در زمینو پیدا نتونیم، اون وقت هر دوی ما رفته کار خود. آی مرا در این کارهای دخیل نساز جانم. هر کاری که دلت میشه همون را بکن. های مادر کلام، این گپ مهمانی تا این وقت دیگه از کجا شد؟ از یک جای شد دیگه دخترم. ناقی کار کردی؟ این ناق نیست دخترم. میخوایم اینجا عروسی بگیرم. عروسی؟ عروسی میکنم. من اجازه نمیتم کسی بگویه که نواسه سلطان مادر محفل عروسی نگرفت. شما مرا در نکاحتانم دعوت نکردید. مادر کلان خودت خو میفهمی او یک چیز پنهانی بود دیگه. من سرت قار شده بودم اما حال بخشیدمت. وقتی که نکاحتان دیده نتونستم حداقل در عروسیتان خوب باشم، او هم امروز اینجا خواد شد. اما مادر کلان ای تو دفعت میشه وقتی ما بخوایم حتما میشه. تو تشویش نکن. سوده و نهال نه؟ سوده خب بیازو آمده نمیتونه دخترم. او درس داره. نهالم وقتی که آمد از عروسی خبر خواد شد. اما تو نیست گلسون دختر مقبولم. عمرمان به آخر رسیده دخترم. شب وقتی که میخوابم معلوم نیست که فردا بیدار میشم یعنی. اما تو نیست. میگم که اگه قبل از رفتن عروسیتان نکنم چشم باز از دنیا خواد رفتم. دزم براتان خانم ساختین، اول گمش کردین بعدن پس پیدایش کردین. خانیتان حال سر زمینای مس. هیچ اعتراض نمیخوایم. ای عروسی میشه، ای عروسی حتما میشه. خب درست است مادر کلان، هر قسمه که تو میخوایی. پس امروز اینجا عروسی است. خب لباس عروسی شما دوتا کجاست؟ لباس عروسی ما چیز فکر میکنم از سلطان مادر. حالا زود رفته بیارنش. حالا زود شو. حالا او کاکا عثمانشان نیستن؟ پدر اینجا چی میکنن؟ بیجوری سایکو. آیستا یکم آیستا برو. خوب شد که توپم رو. نه فکر نمیکنم چیزی شده. نه چیزی نشدهش خدا را شکر. اوش کنین از دانتان چیز نبرایه متعجب میسازیم. کسی نباید از چیز خبر شود. نه هرگز درست است سلطان مادر. چیزی نمیگیم. چیزی نشدیم. دردم نمیکنه و خیالم که خوب شدیم. خدا خوب شدیم. شما بگیرین پدر. درست از دختر میگیرم. جلال تو را میگم. جلال بیایی را بگی. که رنگ است. خوب است کافگار نشدی. اما مواظب باش که باز نفتی. مواظب باش دودو جان. یکم پیش روی تو سعی کن. درست از گفتن چیز نمیشه. خدا نگاهت کرد. اگه نه باز در غم توپ میموندی. شکر خدا خوب شده. ایستا پیش روی تو سعی کن. ایستا برو. خوش آمدین. اینا چرا خانه‌شان آوردن اینجا ماندن ها؟ خوش آمدین. برو لوده دست سلطان مادر. خداوند نگاهت کنه دختره. زنده باشی سلطان مادر. آی بچه. زنده باشی دختره. خوش آمدین. برو بچیم دستش ماچ کن. چطور هستی؟ آی بچه. خوش آمدی. چطور هستی جلال؟ زنده باشی.
چطور هستی سلطان مادر؟ تو چطور هستی زنده حسنا؟ باشی، خوب هستم. خدا را شکر. جمال چرا خانه رو اینجا آوردین؟ خانه را پدر کان علیه ما در ریاست محیط زیست شکایت کرده بود. اونام خانه ما را پس کرده بودن. بعدن خداوند سلطان مادر راضی باشه گفت اینجا زمینای مسکس شکایت کردن نمیتونه اینجا آوردیم. زنده باشی سلطان مادر، خدا ازت راضی باشه. میبینی اینا رو میبینی دودو؟ هر کدومشون از هر طرف سر معامله میکنن. او احمق یوسف که از نه یوسف، او یوسف بی شرف و بی وجدان میگم، یوسف بی غیرت. ما از نیت پاک خود روز قبلی را در قهوه‌خانه برش نشان دادم که چقدر یک پروژه مقبول است. گفت صبر کو که عکسش بگیرم. حالا بیبی چی کرد؟ بیبی این سعی کن. وقتی که تو گرفته بودم دستایم بود اینجاست نه، من از دل پاک خود برش تو گرفته بودم که عکسش بگیره، اما کفایت نکرد. بعد از او رفته بر خود پرنتش کرده. او یوسف احمق بی شرف و چاپلوس پروژه مرا دوزی کرده. نه مادر کلان نه، او پروژه را جمال کشیده، یوسف دوزیش کرده. این یوسف بیبی که چی کارا که نمیکنه. من کتش کن. تو چطور هستی مادر جان؟ خوب هستم بچه. چطور هستی؟ ها چی شد که بالاخره به یادت آمدم؟ وقتی که قدر به تشویشم بودی یک بار به دیدنم می آمدی دخترم. مادر کلانم میفهمین که مادر کلانم تنها بود، یعنی تنها مانده نتونستمش. بعدن پشت یه خانه رفتیم خاله. بله پشت خانه رفته بودیم. خب برو پیش مادر کلانت، من متوجه خود میباشم. درست است. تو رو نیش نساز زنکه. در صورت تو کار چی میکنیم؟ خواب مهمانی هم از بخیر. ما تا شروع مهمانی بریم که امروز ماینه دودو از شفاخانه میبرمش، ماینش میکنیم. بعدن هم این طرف میاییم. درست است جمال؟ درست است البته که درست است. بله درست. بله هر چی که تو پس بچه می دوتا خور بیادرت میگم، این دوتا را پیش خود نگاه کن. درست است که امرایت کمک کنن. مرا سیل کن. جلال تلفنت بده. تلفن و چارجش خلاص شده. مرا از مام چارج نداره پدر. من گفتم بهت گم شو. مرا بیگی تو هم تلفنت بده دختر. خب پدر از مام چارجش کم است، اما شما بگیرین. درست است، خیر است که چارجش کم است. پیش ما می باشه خیر است. بر صورت رو هم برام بده. حالا اینو از پیش چشم دور نشه. فهمیدی؟ پدر توجه خود باشین. اولادا ما دیگه میریم. حالا دودو بیا که بریم. خود باشین. سر پای زیاد فشار نیار. ایستا برو. از پیش بیادرتان دور نشین. فهمیدین؟ خداحافظ. درست است، تشویش نکنه. خداحافظ. جمال حالا شما مونجا برین باشیم. حالا اونا را بیارین. حالا دیگه زود شد. درست است. جلال هلال شما هر چیزی که سلطان مادر گفت همتو کنین، بی گفتی نکنین. ما کمی کار داریم، رو حل میکنیم پس میاییم. درست است بیادر. جلال بله درست است. این خو اینجا جای نمیشه. صبر کن، یک دقیقه صبر کن زنکه. بر صورت وقتی که جای نمیشه پس تو بالا شو زنکه. آیستا بالا شو. چیزی نیست. برو. دراز بکش. پای تو طرف دراز کن. آفرین. خدا راستی یک جنجال موندیم به قرآن. من رفتم. خداحافظ. خب متوجه خود باشین پدر. راحت هستی؟ بله جانه. خوب است میریم بخیر. زنکه اونا نگفتن که چند دقیقه بعد میاین؟ برای ما گفتن که بسیار زود میاییم پدر. پس کجا شدن؟ امشب مهمانی آمد. چی خواد کردیم؟ کجا گم هستن؟ بدر چی میکنی؟ راه را بند کردی. کجا آمدی؟ کلتر چه که ما ترشم و گم کن. خرگم چه سر بگم پس میرم. برو کله تا بگونی چی بلامت لسه تو کله لسه تو دخم نیزنم. اوره لسه تو کباسه نو بی غیرت زنگ زدن. هلا حسنو بچه بگو به غیرت. گپ ما گوش کن. خبر دادین که میایین. کجا هستین؟ ما منتظرتون هستیم. راستی خبر کرده بودیم که میاییم، اما امروز چی بود؟ امروز دودو رو به خاطر معاینه به شفاخانه میبریم. حالا طرف شفاخانه میریم. درست است. چطور خود شد؟ شب مهمانی است. نیازی خواهمه قسم اعلان کرد. صحیح است. تو تشویش نکن. در مهمانی باز گپ میزنیم. در مقابل کلگی من همراهت گپ خود زدم. بخیر. درست است. این قسم بهتر میشه. درست است. اونجا درست است. بسیار خوب میشه. وقتی که همراهش گپ زدم باز میبینم چی قسم خوب میشه.
خدا ما کمی گزه نکرد. دودو رو به شفاخانه میبرن. گفت شب در مهمانی در مقابل همگی گپ میزنی. در مقابل همگی؟ توبه. پس اینا در مقابل همگی از آیتن خواستگاری خواد کردن یوسف؟ اما تو خواد کردن. آی بسیار هیجانی شدم. یعنی دبای نکنه گردم خواستگاری میکنن. آی چقدر خوب دختر. آی چی گپ شد؟ نورتن چی شده زنکه؟ چیزی نیست. نه که طفل تولد میشه. نه هنوز وقت است. چیزی نشده. ما کم بگی. بچیم بنیامین پروژه چی شد؟ پروژه را سر میز مانده بودم خسر. کجا ماندیش؟ بس فامیلی کس همینجا مانده بودم مثل که پرواز کرد. توبه. آیتن دخترم یک بار بپال. بله. آی ده تو یک روزم سرم کار میکنین. میفهمین که به این کارتان چی میگن؟ خشونت علیه زنان. آیتن گپ ما گوش کو. ترکان و کمال 24 ساعت در طویله کار میکنن، درباره اونا هیچ فکر نمیکنی؟ خسرو جان تشویش نکن، من اینجا را میپالم. وقت جلال از کار بیای باز بیبی که چطور خدمتش میکنه. بیبی چطور خدمت جلال میکنه. فقط که با جلال کار میکنی. توبه کردیم خدایا. آی خدایا توبه کردیم. مادر چی شده دخترم؟ میشه که یک بار پیش ما بیایی؟ بیا. توبه. چی شده نورتن بگو. حتما طفلش تولد میشه نورتن. در قاره خدا شبینی چه قسم زین است. مادر فکر میکنم وضعیتم بسیار خراب است. تو خود زیاد جگر خون نساز دختر. بسیار میترسم. توبه. چی شده سخت میشه؟ ما درست شنیدم؟ بینوش. چند وقت میشه که به قسم شدی؟ چی؟ نورتن چی میره بان لطفا حداقل خود دروغ نگوین. یعنی زندگی بچه ما به خطر مواجه ساختی تو؟ نمیفهمم 4 یا 5 روز میشه. یک هفته میشه. اوش کنی اعتراض نکنی. پیش دکتر میریم. نورتن امکان داره سر بچه‌م کدام بلا بیاله. بیا دیگه لطفا. بیا دیگه. درست است اینم میایم. بنیامین چی شده؟ خسر پرسان نکن. نورتن مریض شده. مشکلش چی است؟ مشکلات زنانه دیگه. طفلم شاید زندگیش در خطر باشه. راست میگی؟ بر صورت من نورتن به شفاخانه میبرم. شما چیز نکنین. تشویش نکن. درست است بنیامین اینم میایم. آهسته دخترم آهسته. مادر با ما خبر بده. درست است دخترم. مرا میبینین اگه کارتان تال خورد با پلانکیش بیاین مرا به تشویش نسازین. درست است. بیا نورتن صدقه شام. بیا آهسته احتیاط کن. آهسته دخترم آهسته. پایت داخل بان. حالا مادر بالا شو. خدا. تو بخیر برین. آی عشقم خدا کنه که اینا رو چیزی نشده باشه. چیزی نمیشه گل. این جویزان کردیم حتما جور هستن. حتی پایینشون کن. درست است. آی باش ببینم. چیزی نشده درست است؟ نه. تو بسیار هیجانی هستی. زندگیم چطور هیجانی نباشم؟ نمیبینی مادر کلانیم و ما دفتن محفل عروسی گرفتن. گل بیازو کل چیز دفتن پیش آمد. تو از استانبول دفتن اینجا آمدیم. دفتن ما عاشق یکی دیگه شدیم. دفتن عروسی کردیم. من واقعا عاشق تو هستم. ما عاشق تو. یک چیز برات میگم. اینا رو هر سال 10 سالگرد عروسی ما بپوشیم. چی قسم؟ همه قسم جانم. تو لباس دامادی تا بپوشیم ما از خدا بعد از او یک جای غذا میخوریم. بسیار رمانتیک میشه ها بیبی. درست است خوب است. البته اگه چیزی نشده باشه. جور است اینو میبینی. من اما کم میگیرم. ما رو میشه که چیزی نشده. نه جور است. آی باورم نمیشه. چی شده؟ زندگی می بوی نفتالین داره میبینی؟ من اینا رو که بپوشم بوی نفتالین میدم جانه. اینجا بیا. من تو را بسیار دوست دارم. مام تو را بسیار زیاد دوست دارم.
بیا که لباس تو رو ببینیم. خب ما میرم میپاشم. توش کن کاکاسمان اون طرف برش عجله کن زود چی میکنی؟ نام خدا اونم طرف برش. بچه ها به این کمک کنید. دیگه آفرین. تاکو بچه. نام خدا. درست است. آمدین دخترم. بله مادر کلا. این کسی نبینه. برین داخل خانه برین. درست. آفرین. آیستا جان. یک دفعه دگاه کنم. چطور است؟ هنوزم درد داری خوارجم؟ نه درد ندارم. فکر میکنم کمی بهتر شده نه؟ حالا ما از این بیغم بشیم نه؟ اول باید یک اکسره بگیریم بعد از او تصمیم خواد گرفتیم. خیر ببینی. بیام اینجا سنورتان. بنیامین آرام باش. سعید سنورتان. آیستا. بفرمایید. روز بخیر. بفرمایید. مشکل شما چی است؟ دکتر صاحب معامله هستم. چند روز است که هیچ حالت خوب ندارم. امروز زیاد شد گفتم که پیش شما بیایم. همین الان معاینه تان میکنم. بیبی دکتر جان صدقت بچه‌سم هر چی ضرورت است تو کس کل امکانات شفاخانه کار بگی بچه من نجات بده. پیسه هیچ مهم نیست لطفاً ما برات آماده میکنم. مرا دیوانه نسازین لطفاً. آی صبر کو بچه‌م کم آرام باش. بنیامین شاید هم چیزی نشده باشه کم صبر کو. خوب اما نورتان دکتر صاحب لطفاً بیبی زندگی بچه‌م در خطر است یا نه او را نجات بده لطفاً. ان شاء الله آقا. اما شما لطفاً آرام باشید. خوب است جان ما؟ تشویش نکن خوب شدیم. شکر خدایا. میبخشین بخش اکسری در کجاست؟ کم پیش برین دست راست آقای محترم. تشکر. بریم جون وایستا بیا. نورتن بیبی بس فهمیدی که اگه اولاد ما را چیز شده باشه شفاخانه را در میتون. آی کم صبر کو بچیم کم صبر کو. سر دختر زیاد فشار نیار. اما مادر در دست خودم نیست من چی کنم دیگه. آی اجازه بده آقای محترم. آیستا خوب است. سرموم خلاص است. دکتر منتظر شماست. خدا خیر پیش کنه. خدا خیر پیش کنه. بیا ایستا. دخترم چی وقت نتیجه معلوم میشه ها؟ 20 دقیقه بعد به دکتر مربوطه فرستاده میشه. خیلی پیش دکتر منتظر باشیم. خازنده باشیم. تشکر مانده نباشیم. بیا ایستا. آی خوب هستم دیگه. درست است خوب است اما بازم مشکل پیش نشه جانم. دکتر جان چه خطر فش سایل که بگو چی گپ است؟ بچه باش بنیامین. نمیفهمم که چه قسم براتون بگویم اما شما حامله نیستین. چی؟ بنیامین؟ بچه بنیامین مرا میترسونی بنیامین. آرام باشین کاملا نیستی چی میگه نورتن؟ صبر کو که دکتر چی میگه بنیامین؟ آی بچه من خاطرتون نفهمیدیم که چی گپ شده. بنیامین بچه‌م رفت بچه مورا ندیدم نوازش نکدم مورا نبوسیدم خدایا من چقدر بدبخت هستم. نه فکر نکنین که طفل از دست رفت تو یک چیز هیچ وجود نداشته. چطور یعنی؟ بهتر است که اینجا بشینین
آرام باشی بشی الا بشی آرام باش. این چی مالا داره؟ اینجا بشی بنیامین. بشین. تو هیچ وقت خود نیستی بنیامین. این چی حال روز است که خدا آوردی؟ خوب است. صبر کن دکتر اینجاست بنیامین. ای خدایا تو بکنه. بنیامین دکتر اینجاست. روی دور بده. اتاق دور میخوره چرخک میزنه. کدام مشکل جدی نیست. در دوره ماهوار هستی. تنها مدت دوره زیاد شده. نورتن صدقیت بچسب چی میگه؟ دوره مسابقه بسکتبال خونه است. ما پیش خود گزارش عملگی داریم. اون برش نشان بده. لطفا نشان بده دیگه که چی میگه. نشان بده نورتن. درست است. تو صبر کن که دکتر چی میگه. ما اون مادرم یک جایی به شفاخانه شما آمدیم. تست حاملگی دادیم. ما را گفتن که تو حامل هستی. همه تو شد. مادر من نیستم. خدا جان تنگی حالا بیا پورا کو دکتر بچه به نظر می دفعه خوشویی معامله است اما تو است. به خاطر که او را بفهمیم باید خانم معاینه شود. خدا جزایت بده. خدا کار خدا جزایت بده. من میرم معاینه میکنم. درست است مادر جان برو. شت بنیامین تو کجا میری؟ نورتن حالت روحی ما خوب نیست جانم. ما خوب نیستم. هر طرف طفلای خورد میبینم. باید پیش دکتر برم. اگه نه دیگه چی گپ است؟ آخر دنیا خونست ما دوباره صاحب طفل میشیم. آی نورتن تو چه قرائت هستی؟ عوضی که روی تو خراب شو از من خراب شده. تو را خواهی چیز نشده. من خواهیت نمیفهم تو چی رقم هستی. چیز نمیشم. مادرم حامل است. از او خاطر ما خوشحال هستم. من بازم خواهر بزرگ میشم. تو بیاز روحی خود از دست دادی. بان که من کم هوشیار باشم. من حالا نمیفهمم که خوش باشم یا خفه. نورتن من بسیار خود خوب آماده کرده بودم اما حالا خود خوب احساس نمیکنم. باید روی خود خوب بسازم. واقعا خوب نیستم. مذاق نمیکنم. مرا درک کو دکتر. بی کلان آدم بیخی توتا شد. آی بیا که بریم. باید چی کار کنی؟ باید عین اشتباه را دیگر تکرار. بنیامین خانم ما بسیار وضعیتم خراب است. مرا نجات بده لطفا. اما بنیامین نمیبینی مریض دارم جانه. ما واقعا خوب نیستم. من مریض شما هستم. من در وضعیت خوب نیستم. من از یادم که در وضعیت ما بسیار خراب است. فعلا حالت اینا هیچ خوب معلوم نمیشه آقای اولسال. همراه شما فردا گپ میزنم. لطفا این حالت یک وضعیت عاجل و امرجنسی فکر کنین. درست؟ چرا مرا سیل داره؟ آدم خورخونه است. ما شما را بیرون میبرم لطفا. اما فردا ساعت 10 بجه منتظر میباشم. همراه شما بیشتر و به طور خاص رسیدگی خواهد کرد. درست است خانم دکتر. زنده باشی. بسیار تشکر آقای اولسان. به نظرم زورش دادی. چه قسم آدم بود؟ بیشین بنیامین بیشین. حال بگو چی شده؟ صاحب طفل نمیشم. صاحب طفل نمیشی؟ اما بنیامین باید چی کار کنی؟ درباره این موضوع باید اول پیش دکترای دیگه بری. بعدن پیش ما بیایی بنیامین. همه تو نیست ای که آیا مشکل فیزیکی داری، آیا مشکل روانی داری و یا کدام مشکل دیگه. اول باید اینا را تثبیت کردم و بعدن اقدام کنی. تو کدام گپ نیست. تست نورتن تبدیل شده بود. تست نورتن تبدیل شده؟ ای گپ با او گپ چی غرض بنیامین؟ هیچ نفهمیدم که چی میگی. چند روز پیش همراه مادرم به شفاخانه آمده بودن. تست عملگی دادن. نتیجه او را گرفتن. مادرم و نورتن تستشان گد خورده بود. مادرم عامله برآمد. نورتن عامله نیست. من خوش بودم که پدر میشم. دیوانه آوری طرف و طرف خیزک میزدم. آخرام تباه شدم. درست است. آرام. حال فهمیده شد. تو یک مشکل بسیار کهنه داری. تو در یک فکر و خیال بودی. حاله ما و تو باید به گذشته سفر کنه. برو و ایره به یاد بیار که
وقت برای اولین بار اینجا آمدی با تو چی گفتم؟ چی گفتم؟ گفتم چیزای دگام هست که از این کدم مشکل تر است. همه تو نیست؟ حالا به گپم باور کردی؟ بس فهمیدی که از باور کردم. خوب است. حالا باور کن از این کدام چیزای بدتر در زندگی وجود داره بنیامین. اما چی میکنیم؟ بالای نقاط منفی تمرکز نمیکنیم، زیبایی این لحظه را احساس میکنیم. ایره خوب به یاد داشته باش، این مشکلات تیر میکنی، به گذشته ها مسپاری، به صاحب اولاد میشی. تخلص گالاسا حتما زنده نگاه میکنی بنیامین. چه قسمی کن؟ این قسم با آزاد ساختن فکر، با گپ زدن، با دور بودن از فکرای منفی. حاله نورتنه در خانه بان، تمام مفکورای منفی را در خانه بان. بیا با دریاچه قریه ما و تو در اونجا میبینی. فکر کو با هم در ساحل شیشته. بله ساحل، ما و دریاچه، قصه ها و هوای تازه با تو خوب میشه. راست میگی؟ بله بنیامین، بله. یک مرد مثل تو حتما باید یک اولاد داشته باشه. در این موضوع هر کاری از دستم بیایه انجام میتون. گپ زدن امرای تو بسیار خوشایند است. همیال اسم میکنم که خوب شدم، مثل خوبه دارم. خوب میشی بنیامین، حتما خوب میشی، هیچ تشویش نکن. انشالله. دیدی به محفل سلطان مادرم دیر میرسیم به خدا. خیر است، اگه دیر شود چی میشه؟ همراهی او دیگه کاروبار نداریم. او زن ما را از خانه خود نکشید. تو نگو زنکه. امروز دیدم که بسیار نگاهی پرمعنا طرف ما میکرد. در فکر او حتما کدام چیزی است. حالا چون رابطه همراه جمالم خوب شده با زودی کدام تصمیم خواد گرفت. یعنی میگی گواره دوباره با ما میته؟ نمیفهمم که گواره پس میته، یعنی بالاخره یک چیز میته، نمیفهمم که چی است دیگه. بفرمایین دکتر صاحب منتظر شماست. اکسری آمده؟ بله آقا. خب زنده باشین. آفرین به خیز. ایستا بیا ببینم که چی. آی خدایا. برو داخل. زنده باشی دخترم، زنده باشی. بفرمایید بشین. ایستا. دکتر جان نتیجه چطور شده؟ خوب شده؟ در بیرون خواهد بدون توپ بشینه؟ نه، مشکلی که در استخوان آخر ستون فقرات هست حل شده، اما چی؟ حال اکسری هم گرفته شد. قربانت شوم، زودتر بگو چی شده؟ ببینین. خب بیا که ببینیم. ایره میبینین؟ بله میبینیم. بیخی با یک آدمک خورترک میمانه. خانم محترم شما حامل هستید. چی؟ بله حامل هستم. یه چطور امکان؟ لغزی کاش کمی صبر کنی به خاطر من. عاشق شده ای دل، غمهایت مبارک باد. مشکل زیاد پیدا میشه تو دنیا، اما یکیش خوشگل من نمیشه. از دل من بخبری و بخبری. بنداره قبلانم اکسره گرفته بودن اونجا خودیده نمیشه. طفل نه استخوانهای خود تکمیل کرده. 10 یا 11 هفته شده که شما حامل هستین خانم.
دودو جان بیا که ماچت کنم. بسیار خوش هستم دودو جان. تو چیزی میشه؟ دکتر جان بگیرش اگر بفته دیگه برداشته نمیشه. دودو جان زنکه دودو بخیز دودو جان. خوش آمدین بفرمایید داخل. خوش آمدین. کاکا یوسف خوش آمدین. خوش آمدین. خوش آمدین. بسیار خوش آمدین. تشکر. مادر کلان چیزی میخوایی؟ نه دخترم چیز دلم نمیشه. چطور هستی سلطان مادر؟ خوب هستم. تو چطور هستی؟ چقدر خوب کردی که خیرات کردی. خدا ثوابش برات بده انشالله. چی میکنی یا دختر؟ توبه ایچی بلا دختر است. توبه تو کمی اوسو برو اونجا بیشی. اما چرا؟ تو کسی نیستی که آمدی کار اولادای مرا از پیششان گرفتی ها؟ اما او یک تجارت از صورت دخیل نسا. من تجارت نمیفهمم. تو اونجا بیشی دور بیشی اونجا برو دختر روسو شو. مادر کلانو مگه بی سر کاکا یوسف زیاد کار پرسان نکار رنگ کاکا یوسف هم سرخ شد. چی شده کاموران؟ چطور هستی جمال؟ خوب هستم. خوب است بسیار خوب است. تو برو پیش پدرت بیشی بیا عشقم بیا حالا دیگه بیا. کجا؟ جلال بسیار هیجانی هستم. چرا جیگرم؟ چرا ندارم. پدرت پیش کلگی مرا از پدرم خواستگاری میکننی؟ این گپ دیگه از کجا شد؟ یعنی چی که از کجا شد؟ وقتی شما خانه من آمدین پدرم به پدرت زنگ زد برش گفته در محفل با هم گپ میزنی. آی تنم تو چقدر ساده هستی. هر چیزی که میشنوی باور میکنی. تو را چی شده ها؟ او قسمی که تو فکر میکنی نمیشه. تو دعا کو که پدرم همراه پدرت باز جنگ نکنه. ایده که ما خانه شما رفته بودیم هیچ کدامتان نبودیم. 10 تا بودیم. پدرم پروژه‌ای که لاله‌ام رسم کرده بوده دید. جلال حالا چی خود شد؟ نمیفهمم مایتنم. تنها چیزی را که میفهمم پدرم میگه که من دیگه از شما دختر نمیگیرم. جلال پس این موضوع چطور میشه؟ یک دفعه بانی مشکل حل شوه باز در این مورد بدل خود گپ زدیم. درست است؟ اوف جلال این آرام شون اون آرام شون ما تو پیر خود شدیم به خدا. خیمه چی کنم هایتنم در تقدیر ما همین نوشته شده خلاص دیگه. به هر صورت جلال من دیگه میرم نباید کسی ما را ببینه. درست است تو برو من میایم. سایکو پدر باید یک گپ برات بگویم. بگو مشنوم. کاکا اسنو میفهمه که تو پروژه را دزدی کردی پدر. چی؟ از کجا خبر شدن؟ ما که در خانه ورق پروژه را میپالیدیم او را کاکا اسنو گرفته. به می خاطر مرا خواستگاری نمیکنن. تو را فریب میتن پدر. او کاغذ چه قسم از خانه گرفتن؟ تو هنوزم به فکر کاغذ هستی به خدا. من چی میگم تو چی میگی؟ تو اینجا بیشی. سلطان مادر اسنو ایشان خبر شدن که ما پروژه را دزدی کردیم اما او تو یک چیز نیست. گرچه بنیامین مثل اونا یک چیزی گفت اما ما قبول نکردم. گفتم نه خیر نمیشه. میخوایی سرت باور کنم؟ باور کو به خدا راست میگم. کاکا یوسف برای ما هیچ کدام مشکلی نیست به خاطر که ما با کار جدید ما یک پروژه جدید جور میکنیم. خوبه. بله کاکا یوسف از پروژه ما به خوشی میتونی استفاده کنی. نه جانم استفاده نمیکنم. میبینی سلطان مادر چقدر مشکل از زود حل کردیم ها؟ حل کردی اما تو؟ بله حل کردیم. حال مام حل میکنم. باز خود دیدی غذا خلاص شوه کلگی از اینجا برن مام حل میکنم. خوب میکنی ها. مادر کلام در قصهش نباشین شما داخل برین باز ما دیگه وقت براتون قصه بسیار محفل کلان بوده میبینی بیاده. بله مردم اینجا محفلایی که دو غذا باشه را زیاد دوست دارن. میفهمی کل کار اینا خوشگذرانی است. محفل کی دوست نداره جانم؟ خانه را اینجا آوردن. خب که آورده باشن چی شده؟ یعنی چی که چی شده؟ یعنی
شاید ما با یک معضل بزرگ دچار شویم. بانو بیا که پس بریم پیش از اینکه کسی ما رو ببینه. اما چرا؟ حالا عجله کن. توبه. دکتر صاحب شما مرا صدا کردین؟ بله شما را گفتم کسی دیگه خو اینجا نیست. کجا میرین؟ بیاین در محفل اشتراک کنین. بله حتما میایم. خب راستش ما 4 طرف هم میدیدیم. ما رفتن نمیتونیم بانو گفت درست که بشیم. بفرمایین. شما را پیش سلطان مادر میبرم. بفرمایین. درست. بفرمایین بسیار خوش آمدین. بفرمایین. سلطان مادر ببین که کی آمده. آقا کان همراه خواهرش است. خوش آمدین. خوش باشی سلطان مادر. خوش آمدی کان. خوش باشی. چطور است؟ موقعیت جدید خانه ما خوشت آمد؟ بیبی فعلا هم در باغچه ما هستی. بسیار مقبول است. آفرین. حال دیگه شکایت هم کردن نمیتونی به خاطر که ملکیت شخصی است. از سلطان مادر است. نه ما بیازو به خاطر حفظ جنگلات تو کارا کردم. خب وقتی تو در اراضی جنگلی خانه ساختی مردم دیگه هم شاید میامد میدید و خانه جور میکرد. بعدا اونجا با عنوان ساحه جنگلی شناخته نمیشد و با مد نظر گرفتن قوانین جنگلات درخت‌ها را قطع میکردن. بس از تو زیاد گپ میزنی. چقدر گپ میزنی؟ کم نفس بگی خفک نشی. توبه اولادا شما داخل برین داخل. هلا بفرمایین بشینین. بفرمایین دکتر. اونجا بیاین بشینین. ما شما را اینجا پایین میکنم. بنیامین تو نمیایی؟ بهتر است که شما پایین شوین. مرا بیبی سر خود کدام بلا نیاری؟ نمیارم. نه بچه من واظبت باش. نه چیزی نمیکنم. ما کم روحی خود خوب میسازم. درباره صاحب طفل شدن کم فکر میکنم. ما خوب هستم. حالا که من آخری که خوب که شدی حتما صاحب طفل میشیم ها. درست است انشالله. بیا که ببوسمت جانم. بیا. صحیح است دیگه ایلان کو. بچه‌م احتیاط کنی فهمیدی؟ صحیح. آیستا بهتر که شدی پیش ما بیای بنیامین درسته؟ آی دخترم بسیار گناه داره. بسیار آرزوها داشت مادر میفهمی؟ اوف دخترم من حالا به پدرت چه قسم بگویم که حامل هستم؟ تو بکریم خدایا وامده ای سن و سال. مادر سن تو را چی شده؟ هنرمندا را نمیبینی؟ بعد از 40 سالگی صاحب طفل میشن. تو از اونا چی کمی داری؟ من چی بفهمم؟ من میشرمم دخترم. مادر تو چرا میشرمی؟ میریم به قریه و به همگی قسم میکنیم با سرشان تیم میتیم. خیلی تو میگی؟ البته مادری خود جای شرم نیست. یا که بریم. شما با کارهای خورد و ریزه برسین درست است؟ خدا در غضب خود گرفتارت نکنه دختر. چرا در خانه منتظر زنگ نبودی؟ لالا نیازی معجزه وار یک چیز شد. ما هم زود آمدم. چی شده؟ چی قسم معجزه شده؟ زود باش بگو. نهال زنگ زده بود گفت موبایلت خاموش است. یعنی چی که موبایل من خاموش است؟ موبایل من خو روشن است. چی قسم خاموش شده؟ خدا در غضب خود گرفتارش کنه. از همون خاطر به من زنگ زد. نهال تکت طیاره گرفته. زنگ زده بود که خبر بده. تکت طیاره گرفته؟ بله. چی قسم میخوای که اینجا بیای؟ یعنی اینجا میای؟ بله. با من یک خبر بسیار خوش شدی سما جان. خیر ببینی. بیا که ماچت کنم. خیر ببینی سما جان. خیر ببینی. کاموران چطور هستی سما؟ خوب هستم. تو چطور هستی؟ من خبر شدم که بسیار جنجالا رو تیر کردی دختر. بله دختر کم بود که بمرم. زندگی یک دفعه مثل یک فیلم از پیش چشمم تیر شد. من از او خوف امیدم که من جماله دیوانه وار دوست دارم. راست میگی. گوش کنین. بسیار زیاد میبخشین بدون اجازه داخل شدم اما باید یک خبر خوش براتون بهتون. گوش کنین. چی شده خیرت؟ چی شده؟ نهال پس میآید. خواهرت؟ بله خواهرت پس میآید. با من هیچ خبر ندارم. موبایلش خاموش است.
بله موبایلش خاموش است به خاطر که تا تایره شیشته اینجا میایه. اما خواهرم حتما با من زنگ میزد چطور با من چیزی نگفته؟ نه جانم هیچ مشکل پیش نامده. او تو را غافلگیر میکنه، غافلگیرت میسازه. خدا در غضب خود گرفتارش نکنه، غافلگیری را خراب کردم به قرآن. میبخشید. به هر صورت وقتی که آمد شما قسم نشان بدین که خبر ندارین، درست است؟ اکت شکو. نه حال. آفرین تو هم اکت شکو. خب دیگه من میرم. من رفتم. توبه خدایا. بله ببینیم خواهرتم چی قسم خبرها با خود میاره. نتیجه دی چی قسم است؟ آیا شما واقعا نواسای سلطان مادر هستین یا نیستین؟ بله ما بسیار منتظر هستم جانه. اگه واقعیت پرسان کنیم من زیاد به تشویش نیستم. چرا؟ به خاطر که من مطمئن هستم شما نواسایش هستین. از کجا میتونی یکم مطمئن باشی؟ به خاطر که او شب تو را دیدم. تو موی خودت دادی؟ واقعا اونجا مرا دیدی؟ دیدم. فکر میکنی او شب چرا تو را اوتو در بغل گرفتم؟ مجبور بودم زندگی. او زن شیرین مادر کلان ما است. ژنتیک با ما هیچ مهم نیست. ما میفهمم او مادر کلان ما است. تو شوهر ما هستی. ما مرز قری هستم. دیگه چیزی برای مهم نیست. از همین خاطر است که ما عاشق تو هستم. حتی اگه هر چیزی شوم ما و تو از یکی دیگه هستیم. درباره طفل و مردم بگوییم. البته میگیم جان دیگه چیه؟ پس یک خبر خوش از باید بشنوم. چطور هستید؟ سلام علیکم. سلام کاکا خوش آمدید. بفرمایید. خوش آمدید. خوب هستی؟ خوش آمدید. سلام علیکم. خوش آمدید. بیاین این طرف. سلام. سلطان مادر بیخی محفل عروسی واری شده. همه تو شده حسنو. تو برو در میز یوسفشان بیشی. بیبی که چی چیزایی از چی چیزایی که نیست. بیبی چیزایی نو. وقتی که چیزایی نو است ما به شما یک خبر بسیار نو داریم. پیش از خبرهای دیگه من خبر خدا براتون میتونم که از اهمیتش کم نشه. دوستا ما بخیر پدر میشم. توبه تبریک باشه. راست میگی؟ بله راست میگم بخیر پدر میشم. پدر طبیبی چی میگه؟ او به غیرت نمی شرمی که در این سنده بین کلگی گپ اعلان میکنی؟ خودت به شرم غیرت. حالا دیگه صاحب اولاد میشم. از اینکه در خبر خوش و بزرگتر هیچ وجود نداره. تبریک باشه. راست میگه. تبریک باشه. تبریک باشه. زنده باشین. زنده باشی حکمت جان. قربانت. حکمت جان زنده باشی. زنده باشی حیاتی. زنده باشین قربان. صبر من بافمم گپ در کجاست؟ صبر کجا نمیقسم کجا میری؟ تمام زحمات مادر کلانم از من گل من لالا میشم. میشنوی؟ من لالا میشم. میشنوم. اما تو صبر کو. مادر و پدرم بیبی اگر مصاحبه طفل شویم همراهی کاکاش همسن میباشی یک جای بزرگ میشن. خوب تر شد دیگه. اگه قبلا صاحب اولاد میشدیم حال بچه ما از کاکاش کده کلانتر میبود. دیگه چی مشکل است؟ بیمانان. کجاش به من است؟ اینجا یک قریه است. در قریه اتفاقیات زیاد پیش میآید. جانم من خوب خیگیت شدم. تو هیچ معلوم است چی میگی؟ چی کنم؟ کوشش میکنم خدا با وضعیت تطابق باتم. توبه به هر حال ما باید برای تبریک بگویم لالا. لالا به خدا تبریک میگم. خدا بخیر خیر باشه. ای آقای صاحب حال نوبت تو است. حال تو هم باید خدا نشان بدی دیگه. قراقم شو. از طفلی که بعد از 40 سالگی تولد شوه خیر نیست. تو که صاحب طفل نمیشی زور دادو. با دیگه برو سر یک کس دیگه رشخن بزن. والا کوکوی ما سر کس رشخن نمیزنیم. این واقعیت ها رو برات میگه. پدر چرا چی میزنی برای دختر؟ برای مجده دارم. ما حاملا نیستم. مادرم حامل است. چی میگی دختر؟ والا تو
یوسف تو پیشتر چی گفتی؟ تو چی میگفتی؟ گفتی اولاد بعد از 40 سالگی به درد نمیخوره. حال چی نظر داری؟ بگو دیگه بگو. چی حال است؟ حامله پشت حامله. گل نظرت چی است؟ ما باید امتحان کنیم. اوف جمال خودتو گفتم اما حسنو تو هم زیاد تم میدادی. حالا چی شد ها؟ سلطان مادر میبینید امی کارم یوسف همراه مسجد بازی میکنه. همه تو شد. نه جانم نه. دخترم بکش تو گزارش بکش. ما گزارش سیاست شفاخانه آوردیم. درست است فهمیدیم. خدا بزرگ نصر. ما فکر کردیم که لطفاً کاملا اما ما بودیم. مبارک کنه آهنگ خوانده شد. باید تجلیل شد. خیر باشه. ببینید خیر باشه. میده رقص حالا دیگه دیدی جو قربانش. خب دیگه عشق ماما دستم بریم. چانس خوب. با تو. نصیبی آمدن. تبریک باشه. سلطان مادر قربانت زنده باشی. تبریک باشه.
Cemile'min gezdiği dağlar meşeli imanım. Cemile'min gezdiği dağlar meşeli imanım. Haydi 3 gün oldu ben Cemile'mden ayrı düşeli. Aferin Filip Bacı. Mayda mayda. Aferin doktora. Oynama kadar. Akşamızı kıyısın önünden gelsin hocam Melişe. Kaydır gostan Cemile. Eneme kızım. Hava Niyazi. Hayati. Aferin. Eneme kızım Niyazi. Şorbeti. Hayati bacım. Aferin. Ay mayda mayda. Tombalacık Halimem taş başına gel. Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşine gel. Tombalacık Halimem taş başına gel. Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşine gel. Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu Aferin Mansur. Canım asti. Basaz amqa basaz. Basaz دیگه همه قدر basaz da joyton میشینین. حالا دیگه da joyton میشینین. basaz amqa رقص basaz خوب گوش کنین. حال نوبت سوپرا ما زمینای ما از کان گرفته و داماتم جمال بیتم. توبه خدایا سلطان مادر تو که کنی نصف زمین ها از اسنو میشه. خوب است دیگه همسایه میشین. تو ده این کار چرا مداخله میکنی؟ دلم به هر کسی که دادم زمین ها از خودم است. اما من فعلا کاملا شوک دیدم. من توقعی کار از شما نداشتم سلطان مادر. خوب است که توقع نداشتی. ما از تو توقع نداشتم. تو چرا خانه نواسه ما از یک جای گرفته به جای دیگه بردی؟ ها؟ چرا این کار کردی؟ من این کار از تو توقع نداشتم. وقتی تو این کار کردی مام زمینا را از تو گرفته و جمال دادم. مربی بی بچه. خانه ساختن بسیار مشکل است اما خانه خراب کردن بسیار آسان است. فراموش نکن ها. ما حتی یک لانه پرنده را خراب نمیکنیم. میترسیم. بسیار اشتباهی بزرگ کردی. بسیار بزرگ. برای کلتان میگم حالا دیگه عروسی خلاص شد. شما میتونین برین. محفل خلاص شد. حالا دیگه زود شوین. زود باشین بگذین دیگه. سلطان مادر آرام باشه. سلطان مادر جان اصله تا پایین که قربان شما بیا دادو جان. آی مادر کلانه نواسه کنده. Benim bu derdim ne yağan yağmurda, ne yalancı sonbaharda, ne bomboş sokaklarda. Kırılmış her dalım kaybolur zamanla saçlarında. Gözlerim sokaklarda, sebebi isyan aşkım. İçim yanar, içim kanardı. İsyan geriye bir avuç yalan. Beni bu derde sen attın da gittin ya, kafam hep duman. Benim bu derdim ne yağan yağmurda,
Ne yalancı sonbaharda, ne bomboş sokaklarda kırılmış her dalım. Kaybolur zamanla saçlarında, gözlerim sokaklarda, sebebi isyan aşkım. İçim yanar, içim kanar da İsyan, geriye bir avuç yalan. Beni bu derde sen attın da gittin ya, kafam hep duman. آینما تو اینجا آمدی؟ چرا برام خبر ندادی؟ چطور آمدی؟ گریه نکو، تو را اتو دیده نمیتونم، گریه نکو. توی اثر چقدر زیبا اجرا کردی، واقعا زیبا بود. نخواستم که مزاحم ای احساسات شوم، تا آخر گوش دادم. چقدر با احساس. خدا تو راضی باشه. اینه با بچه‌م خواندم. با بچه بنیامین، ما فعلا عاشق تو شدم. زنده باشی. چه قسمش؟ چه قسم عاشق شدی؟ شدم فعلا شدم، دست خودم نیست. من میخوایم روحیه خود خوب بسازم، تو با این گپت روحیه مرا خراب کردم. میری خانم آینما، همیالم وقت عاشق شدن است. تو مرا تباه کردی، من خلاص هستم. چی روزا سرم من میای؟ خدایی چی حال است؟ جمع کن دیگه. بسیار خسته شده. والا سلطان مادر امروز بسیار تا بالا گشت، بسیار مانده شده. امروز بیچاره زیاد زحمت کشید، حق داره که خو کنه. مادر کلان، مادر کلان، بخیز مادر کلان که داخل بمانید. مرا بسیار خو گرفته دخترم. امشب بسیار خسته شدیم، بسیار. درست است مادر کلان، میفهمم. هره بیا که با اتاقت ببرم. چطور خوام گرفته. شب بخیر. شبت بخیر سلطان مادر. شبت بخیر. نیازی راستی میخوایی که سلطان مادر همراهی آب روان یک بنده برق برای جور کنه ها؟ با خدا اگر این کار کنه اصلا شک نمیکنم جمال جان. تو چی میگی؟ سلطان مادر از هر کاری که بخوای هم تو میکنه. با خدا راست میگی، اما سرما جورش میکنه. گل مادر کلان، گل. توبه هیچ کسی نیست. زیاد خسته شده می مادر کلان؟ خیر است دخترم، فرق نمیکنه. حالا بیا اینجا بخواب. اعصای من بالای سرم بان دخترم. این قسم خنک نمیخوره؟ نه خنک نمیخوره. من قسم خوب است. درست است.
شب بخیر. شب بخیر دختر مقبولم، شب تو هم بخیر. ای خدا، کاش که امشب نهالم اینجا می بود. میتونستی اتفاقات خوب امشب با چشمای خودش ببینه. راستیام خواهرم کجا شده؟ فکر کنم خواهرم زنگ زده. با خدا که خواهرم زنگ زده. بله خواهر. ها بله. گل کجا هستی؟ خواهر تو کجا هستی؟ ما ده هاپلان هستیم. ها ما ده خانه هستم. ده خانه هستی؟ بخوایش که اینجا بیای، بخوایش اینجا بیای. خواهر هر کاری داری زودتر خدا اینجا برسن. بعضی چیزا هست که باید برات بگویم. امام زیاد گپا برای گفتن دارم، منتظر باش میایم. درست است. چی گفت؟ میایه تشویش نکن. راست میگی؟ بله. در غضب خدا گرفتار نشم. میایه. آرام باش. درست است، آرام باش، آرام باش. ای خدایا. های خواهر جان. سلام علیکم. خوش آمدی. خوش باشه. خواهر تو کجا بودی؟ خوش آمدی نهال. خوش باشین. حالا بیا بیشی. سوده کجاست؟ اون آمد. چرا نامد؟ چطور اونجا رها کردی؟ خیچی میکدم گل، مجبور شدم بیا زود چند روز بعد مام پس میرم. میشه ما و گل چند دقیقه به تنهایی گپ بزنیم؟ چند دقیقه ما را تنها مونده میتونی؟ تنها؟ شما را تنها بانیم؟ نیازی؟ بگو چی شدم؟ برات می. خب ما دمی دورت را پستیم. تشکر. این طرف بیا. او بیادری میگه چند روز بعد پس میره. به خدا قلبم استاد میشه جمال. وقتی که میگم همه چیز خوب است دوباره همه چیز خراب میشه. درست است، تو هم چقدر گپ میزنی و دیگه به گل قسم میکنم چند دقیقه بعد میفهمیم چی شده. خواهر بگو چرا سودن آمد؟ نتیجه دی ان ای معلوم شد؟ یعنی فهمید که مادر کلان اصلی ما. خونسرد باش. بیازو مشکل امی است گل. امی که نتیجه دی ان ای را فهمید همراه هارون به سیاحت رفت. چطور؟ نتیجه دی ان ای منفی برآمد. موهای ما با موهای مادر کلانم هیچ شباهتی نداره. امکان نداره. چرا امکان نداره جانم؟ نتیجه همه تو بود. قماندان حق به جانب بوده، راست گفته بوده. خب خواهر اون موی مادر کلانم نبود. اون موی ما بود. موهای او را قیچی نتونستم. از موهای خود قیچی کده در قوطی ماندم. چی؟ تو چی میگی ها؟ ما خواهر نیستیم؟ Ne diyor lan bu? Yasin, biz seninle kardeş değil miyiz diyor. با کانالی دیلوور HD ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید.